همه ما بخشی در درونمون داریم که بسیار میتونه دیگران رو به ما بی‌اعتماد کنه. میتونه اونقدر رفتارهای متعارض از خودش نشون بده که هم خودمون تعجب کنیم هم دیگران. در نهایت تعارض بخشی جدا نشدنی از دنیای درونی ماست و یکی از مهمترین رفتارهایی که میتونه دیگران رو به ما بی‌اعتماد کنه حمله به طرف مقابله وقتی اشتباه با ماه. گاهی ظرفیت درونی ما اونقدر کمه که با دیدن اشتباهات خودمون نمیتونیم سطح اضطراب و درد ناشی از اون رو تحمل کنیم و فقط دنبال راهی میگردیم که این تنش درونی رو کم کنیم و قطعاً تو جامعه مدرن ما با کلمات و فرافکنی حمله رو انجام میدیم و بعد از اون وقتی احساس میکنیم دیگری رو هم به شدت زیادی مقصر کردیم حالمون بهتر میشه. حالمون نسبت به بخشی از درون خودمون بهتر میشه و احساس میکنیم الان فقط من اشتباه نکردم و مسئولیت این کار تقسیم میشه و اونم مثل من تو آشفتگیم شریکه. اما بعد از گذشت زمان کمی میتونیم نتیجه این رفتار رو تو روابطمون ببینیم. کم کم آدمای امن زندگیمون از ما دور میشن و فقط از دور سکوت میکنن و ما رو نظاره میکنن. کم کم احساس میکنیم دیگران فقط موافقت میکنن که ما سکوت کنیم و واقعا به این دلیل نیست که حرف ما رو قبول کردن. به نظرم رشد واقعی تو زندگیمون موقعی شروع میشه که تمام قد اشتباه خودمون رو قبول کنیم و برای کمتر کردن مسئولیتمون که قطعاً فشار و درد زیادی رو وارد میکنه شخص دیگه ای رو تحت فشار قرار ندیم. این بزرگترین بخش رشده، مسئولیت پذیری و قبول اشتباه. اگه احساس میکنیم تو قبول اشتباهاتمون ضعیفیم، احتیاج داریم سکوت کردن رو تمرین کنیم. سکوت کردن به رشد درونی و تحمل کردن احساسات ناخوشایند بدون واکنش نشون دادن کمک میکنه. وقتی احساسات تلخ ناشی از اشتباه کردن به ما حمله میکنن، سعی کنیم سکوت کنیم و این حمله رو به بیرون از خودمون پرتاب نکنیم. همین تمرین کوچیک آروم آروم میتونه به ما کمک کنه مسئولیت احساساتمون رو قبول کنیم و واکنش‌های کمتری نشون بدیم. هرچی بیشتر مسئولیت رفتارا، حرفا و قولامون رو قبول کنیم، آدم مورد اعتمادتری به نظر میایم و آدمای مورد اعتماد روابط صمیمانه گرمتر و طولانی‌تری رو تجربه میکنن.